سلام خوبی سلامتی؟ سلامت بشی زنده بشی. شکر الحمدلله. تو خوبی؟ کی امشب؟ تو به خدا؟ خب نه بابا من خبر ندارم. من چون اگه پیار چیز خبر داشته باشه، پیار فرزانه من که کسی نگفته. نه ای برم بومورن دادا نرزنه بزر خواب شه. اما بخونی ما که هم تو که می آیم بخونم فقط معطل اگه برای نبگم نره. اما همین مثل کن عزت و حرمت اینا گدا گوش نه اما سمت گداییه دست میکشه با آبا خونه میشنسته بابا گدا خوب. نه به خدا به من نگفته. منو که خبری دارم مگر بیا فرزانه میگه از اول میگه مگر زن برای من باشه برای من باشه. من مزیبه به رو تخته دراز میکشونم اونا خبر کنم. نه خواه نگفتم. باشه برو خداحافظ. خداحافظ. سلام. سلام. خیلیته؟ خیلی. چکار که حساب تو بخورم؟ هیچی برای شما خبر کرده به مجلس. من میمونی خوب. میمونی چی بده؟ میمونی که عروس خبر کردم. نیست چی کرد؟ خب چرا شما حالا من نگفته من بجین خودی ما کختاره شما بچی نگفته. اشته که من اینجا میمونی خودی دارم. اوگه که میگی مگر زن لالا ما باشه. آره زن تم سردل داری به خدا. آره نگفته که نگفته دیگه چیکار کنم؟ غلط کرده که نگفته یعنی چی؟ چرا میمونی خودی داره که مگر علن برای شما زن لالا شما بلند بالا شیشته باشه. رد از این گپاری یاد کن. نه به قصد خرجم نه به قصد شکم خونم. بگفت که نگفت. ولی من قراره به واسه برم جنجال کنم که چرا من نگفتی؟ عزت میاره به عزتی در سر خب مردم داری نداره زن لالا شما. نه زن لالا شما نه امو برا شما. اگه مردم داری جیشته باشه من به جی کلونم مگر من خبر کنه. چرا من نباشم؟ ولی من نباشم خیلی بخواد که بلا بردیم. شما که مگر شیشته باشه. با خدا یک دفعه دیگه تو میمونی کنی برات بلند بالا شیشته باشه نگی که نگفتم. اگه خودی من چی دیگه پا میزیم؟ حالا که نگفته ما تو مثل که با نونه وزی مونده. بی خود گفته که نگفته. به نونه اوینیه احترامیه عزتیه. خواهد من اینجا لازم نبوده که ما تو باشیم. من از این لازم نمیدونم. اگه کنم این مدگه شکست زنه. یاره من نمیفهمم بین شما هم به جینا چی رقم چی گپای. ما خب خدا اگه به این فکر را باشیم. حالا راست میگی درسته باید میگفت. حالا که نگفت. بازم مر بگه من میرم اونجا میشینم نون میخورم تو نباشی. به خدا خود 100 رقم خورش تیار کرده باشه تو نباشی اگه برو. چی دیگه پا میزینه لکاله؟ خودی که پای نیه. یعنی میگم از این به بعد شما نگی که اونا مگر باشم اونا باشم. چرا هر مجلسی که من دارم اولین بار اونا هم تازی خونمه. حالا واسه که مار میمون نکردم گرما نکه. نمیگم دیگه. چون به خدا من نمیفهم. من کار ندارم من به شما بگفتم که دیگه اینجا نه بلند بالا بشینه. خوبه حالا حساب خراب نکن. تو فعلا دوش کنی داغی نمیفهمی گپ زدم. بخی نگوش که من گپ ندارم. من فقط همه زمان سم عزت احترام به تو بگیرم به پیشم خیشا خود. نه به خیشا نمیپرسن که برا شما. من کار ندارم. من بگم من 33 بالا ببرد اینا. من در جا خود تا سفره نمیکنم. خب حالی که نگفتم دیگه جنجال ما چیکار کنه تو رو به خدا. فقط من اونجا برم عالم خور بودم که مهمون میکردم میرفتم هر چیزی میخوردم یا پیش خیشان خو کم میامدم یا من سر کله نداشتم. خدا بگم تو برا رو چیکار کنه که من پیش میزن مامار کم بودی. حداقل هم یک تکلیف رخشندی خب باید میکردی. همین روزا هوام خیلی گرم شده. همین آلودگی همین شهر دیگه هنیسه کل دیگه. اصلا این وقت سال و ایت گرمی باسته که به یک شهری از این همسایه و به این وقت سال برف بباره
خیلی جای تعجبه. گناه ما هسته دیگه، گوش نمیکنیم. بچه یک موتر داره، پیر یک موتر داره، برار یک موتر داره. بابا همین همه خانواده یک موتر داشته باشیم، اقضال آلوده نشمی فضا و همین کشور. گناه خود ما هسته دیگه. فقط ما این به مردم نشون که ما موتر داریم. بابا یک موتر میتونیم بریم به دکون پس بیاییم. 4 تا موتر ما این چه کار آلودگی همین شهر بیشتر میکنیم. باز تو نگاه کن کمی اکثر جوانا فقط سکل میخرم اگزازای پاره کنم که صدای و زیاد چه آلودگی CO2 هم از یک طرف. به به برار ما زنگ زدم. سلام لالا شدنیم خوبی؟ شکر برارم خوب سلامتی بخیری. زنده باشین تیار خوشحال هستیم فامیل خانواده همه خوبم؟ شکر فرزند شما خوبه. شکر. چه عجب که زنگ زدیم از ما خبر گرفتیم لالا گل. در خدا برای من مالی نبودیم بیا بودم بخونه که دیدم اعصاب خراب است. خیلی از این چیزان درست میشه میمونی در عروس خبر کردش ما را اصلا نگفت شریک نباشه. شما رو نگفته خانم مه؟ نه والا زن رو گفته دقیقا اگر من بگیره و قدیمه مثلا پخت داره و چی داره اگر شما صورت میگو شاید دیگه هم نباشه دیگه باشم خبری بگیرم سگاه چی گفت تو بازم پیش زن رو همه بودی باشه. مقصد لالا جان ببخشیم میوالک زن خور صدا میکنم از اون میپرسم که چری شما رو نگفته دلیلی مگر به من بگه. نه من میفهمم چیکار کنم. خوب لالا جان دیگه کار خدمتی باشه من باز به شما خبر میدم. تیار خوشحال باشی. خداحافظ. خب من مگری از این زن خوب پرسم که چری زن برار مرد خبر نکرده. مادر معصومه بله بیا اینجی. چه کاره؟ میگم امی برار و زن چرا خبر نکردی؟ آخه میمونی که گرفتی. چرا خبر میکردم؟ آخه مدام اونو مور خبر میکنم به هر میمونی اونو میترسم. همیشه ما به سر سفره نویم. حالا کم که تو میمونی گرفتی مگر اون خبر نکنی؟ نه چرا؟ فرضه که من بگردیم هر میمونی برار شما زن برار شما به بلند خونه شیشته باشن. این دفعه خور گفتم برارا خو گفتم زنکای اینا رو گفتم همه از خودیم دیگه. باز همین زن برار شما یک چیزی لغاز چینی که خدا میدونه. میگم زن تو عروس خبر کردی که به کنار 4 تا میمون دیگه هم باشه. حالا اگر زن برار ما باشه چه کار میشه؟ آخه همیشه به ما احترام مقدار عزت مقدار تو چرا این کار کردی؟ دل من نخواست که خبر کنم. گپی داریم بگیم. میگم اگه قوم خشاتو میایه بخونیم عزت و احترام میکنم. خب من خوش دارم که برار قوم بیای عزت و احترام شه. خب خوش ندارم که هم بگین کار بگم. هم که میایه دیگه خلاصه. هم 2 کلمه گپ زده نشه تموم شهر ایراد پر میشه. یک چیز گلقاز چینی خدا اگه نون شور باشه اگه بینمک باشه اگه هر رقم نباشه این لغاز میچینه به سر ما. میگم تم دیگه نرو سر سفره کاسی از اینو نشی که اونا اگر یک وقت خبر نمیکنم ما گله نداشته باشیم. من خوش ندارم که برو مردم بخونی و یک وقتی هم که میرم دیگه همیت رو به پشت پامم اندازه قسم ها میده که به گری بستکی. خب من مجبور میشم بستکم. ای که من خوش من نمیای از او چیزی که خب همون که با تو یک ذره زد میکنه تو چادر تو بدیدم کش کرده که پاره شده. میگه چادر کشونه و چادر درونه چادر تو کش میکنه پاره میکنه که تو به خونه بستی. و تو عزت میکنه احترام میکنه. آره تو نباید به شویی و با خود احترام بگذاری. باز شویی آخه برار منه او پاره تن منه ما هم خون منه تو اشتی اون بس دیگه یک سر بزن برار مه خب بفهمیدم دیگه. حالا یک دفعه اونا خبر نکردم زمین به آسمون رفت آسمون هم به زمین آمد. خب نمام خوش ندارم. چی میگی؟ چی خوش ندارم؟ من میشه بگم قومات رو خوش ندارم. من میشه که بگم برار رو خوش ندارم. ها بگیم من اصلا هیچ وقت وجدان قبول نمیکنه که یک دفعه اونا رو خبر نکردم. وجدان قبول نمیکنه که به همین خونه من حق داشته باشم. تو حق داری. وقتی که تو حق داری من حق دارم. یک براری دارم
گیر دارم دیگه. خدایا توبه، یک دفعه خبر نکردم. جنجال به پا میکنه، اعصاب آدم خود میکنه. آخه زن خود تو قضاوت کو. قضاوت نمیکنی درست که این براری داره من براری دارم. دلم نماست که خبر کنم. چی میگی؟ نمیکنم از بعد خبر. من نمیرم دیگه بخونی اینا. نمیکنی؟ نه نمیکنم خبر. نه خبر نمیکنم. میگم با خدا قسمه. این قسم میخورم که اگه برار ما و زن برار ما سر از این سفره نباشه میمونید به سر تو صد میمونید تیار میکنم. این خوب بفهمه. خوب گوشا خوروا کن. اگه 1000 میمونی هم تیار نکنی من برار و زن برار شما رو خبر نمیکنم. ایت دلجم باشه. یعنی اونا رو خبر نمیکنی یا؟ نه اینم مطمئن باش خب که ما آدم مگر روی مرچلی پا بکشی که به سر از این سفره شیشته باشم بگذار کمی قیمه تو بخوره. مرفتم. اب کجا میریم آخی؟ میرم به جایی که گپ مرزش نداشت. چی رایم؟